مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامعان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با ابوالقاسم لاهوتی 26 ماه نو سال 40. استاد محترم رفیق لاهوتی، دو مکتوبتان پی هم با دو نسخه ترانه گسل کنندگان رسید. دو نسخه بودن آن بسیار خوب شد تا که لاتینیش را به بچگان و عربیش را به خودم گرفتم. البته لاتینیش را موافق عربیش درست کناندم. جواب مکتوب ها و عرض تشکر دیر ماند. سببش این بود که به مناسبت یوبیلی 100 سالگی کمینه به ترکمنستان دعوت شده بودم. امیدوارم که تشکر و عذر مرا قبول فرمایید. رفیقان ترکمن برای کمینه که شاعری خلق ترکمن بوده است خیلی توی تنتندار گذرانیدند. تا روز توی اثرهای کمینه را هم به زبان ترکمنی هم به زبان روسی چاپ کرده برآوردند. بغیر این 6 کتاب دیگر از ادبیات خلقی ترکمن چاپ کردند که همه با تکنیک های بسیار اعلی. از شکل این کتاب ها گمان میکنید که اثرهای پوشکین را در لنینگراد چاپ کردند. یک رمان 27 پیچتنی لیستی هم از نویسندگان حاضره به همان تکنیک خوب چاپ کردند. همه این کتاب ها در اشقابات چاپ شدند. از ریسپوبلیک‌های برادری قریب 100 نفر مهمان بود. همه راهبران تشکیلات پرتیگی و سویتی، خواه روس باشد خواه ترکمن، از اول تا آخر به توی شخصا اشتراک کردند. به بالای این اوید به حیات کمینه به رفیق سکاسیروف به زبان روسی یک رمان کلان نویسانده آمد که هم به زبان روسی هم به زبان ترکمنی چاپ شده برآمده است. حاضر رفیقان ترکمن به توی مختوم کلی تیاری می‌بینند که او شاعر خوب است. اثرهای او تا انقلاب به زبان روسی و به زبانهای اروپا ترجمه شده است. این توی در سال 1942 می شده است. او در سال 1780 وفات کرده بوده است. هرچند توی در سال 42 شدنی باشد هم تا حال ترجمه شعرهای او به زبان روسی تیار شده است. ازبکان یک مثل دارند که میگویند غیرت لیدن ایمان قتل ماست. از آدمی با غیرت ایمان خلاص نمی شود. این مثل در حق رفیقان ترکمن تماما درست است. آنها تا انقلاب حیات کوچمنشگی می گذرانیدند. از تربیه پارتی لنین ستالین چنان فایده بردند که نام خود را به قطار ملت‌های متمدن درآورده توانستند. اما تاجیکان که مدنیتی چندین هزار ساله و ادبیات هزار ساله زنده دارند بسیار سست می جنبند. در پایان گپ همین را گفتن در کار است که تا حال در بین تذکره و تاریخچیان شرق و هم شرق شناسان درباره وطن رودکی اختلاف بود. او را بعضی ها از بخارا و بعضی ها از سمرقند می گفتند. من از روی تفتیشات آخرینم از روی یک روایت که راویش از ترابادی بوده در سمرقند زندگانی کرده در همانجا بعد از 60 سال وفات رودکی مرده است و قبر رودکی را زیارت کرده است قرار داده بودم که رودکی از سمرقند است، چون که این راوی از قریه رودکی سمرقند میگوید. اما من در پی تفتیشی در کجای سمرقند بودن دهه رودک افتادم. در نزدیکی در وقت ریمونت حولی
به کار من یک مردکار ماغیانی فرابی آمد که از رایون پنجکت است. من از اون نام دیه های با آنها نزدیک را پرسیدم. معلوم شد که رودک و پنجرود، پنجرودک، همه اینها به رودکی دخل دارند. در کوهستان پنجکت بوده است. من این معلومات هوایی را به کاتب رایکوم پنجکت نوشته تفتیش را خواهش کردم. کاتب رایکوم شخصاً به خانه من آمده این معلومات را تصدیق کرد. حالا با تشبوس من یک اکسپدیسی تحقیقاتی از طرف بعضی تاجیکستانی اکادمی علمها و کمیسریت معارف تاجیکستان به آنجا فرستاده شد. امیدوارم که این اکسپدیسیا معلومات روشنی رسمی بیارد. در آن صورت در عالم علم و ادبیات یک کشفیاتی کلان به وجود می آید. باید تاجیکان از همه رو سر کرده برای سال 1952 که در وفات رودکی 1000 سال پر می شود تیاری بینند. اما نمیدانم که چیکار کرده می توانند. به رفیق بانو و بچگان از اعضای عائله من سلام گرم و جوشان. خواهرتان برای تیار شدن به اوزگو انیورسیته دولتی ازبکستان به کورس تیاری در آمد، اما صحتش خوب نیست. نمیدانم موفق می شود یا نه. از او به شما و محترمه بانو سلام مخصوص است. با سلامی رفیقانه عینی. نام کوچه و نمره حولی من دیگر شد. سمرقند، اولیتسه لبیغار، دام نمره 103 عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. به ردکسی ژورنال شرق سرخ 28 ماه نو سال 40. به ردکسی ژورنال شرق سرخ شماره یکم شرق سرخ را خواندم. در آخر این شماره از خوانندگان درباره این شماره فکر پرسیده شده است. من هم میخواهم به صفت یک خواننده ملاحظه های خود را درباره این شماره بیان کنم. مندرجه های این شماره نسبت به حجمش خیلی گوناگون و پره برآمدند که این یکی از جهت‌های نقض این شماره است. دوم، اما به هیچ مقدمه درج شدن پارچه الف اللیل عزیز و عزیزه و نامه شیرین به فرهاد نوایی کمبودی نمایان است. لازم بود که کوتاه هم باشد کی و از طرف کی تألیف شدن الف اللیل و از طرف کی به تاجیکی ترجمه شدن آن و مضمون اجتماعی همین پارچه که گرفته شده است بیان کرده می شد. اینچنین ترجمه نامه شیرین هم با مقدمچه درباره نوایی، مضمون اجتماعی داستان فرهاد و شیرین، چگونه برآمدن ترجمه به زبان تاجیکی، هیچ یک اثر ادبی در وقت ترجمه از زبان به زبان، خصوصا اثر شعری،
آنقدر روح، اسلوب و زبان خود را نگاه داشته نمیتواند که ترجمه های شعری ازبکی نوایی خصوصا داستانهایش به زبان تاجیکی نگاه داشته میتوانند و نگاه داشته توانسته است. اینچنین به مناسبت یوبیله 500 ساله شاعر ترجمه شده ایستادن فرهاد و شیرین و به مناسبت تیاری به یوبیله به این شماره درج شدن این پارچه بیان می‌یافت. سیوم، اینچنین از هر کدام جوان شاعران میبایست در این شماره پارچه ها داده میشد و حال آنکه از دهاتی و یوسفی بر این جوانان بلند تلنت چیزی دیده نمی شود و اینچنین از کسانی که اثرشان در ژورنال چاپ می شود لازم بود که به بالای اثرهاشان بسیارتر کار کردن طلب کرده می شود، زیرا مندرجه های ژورنال از مندرجه های گزیت که عمر یک روزه دارد باید خوش صفت‌تر باشد. تکلیف های من: یکم، قطع ژورنال، پهنایی و درازیش مانند ژورنال گلستان ازبکستان شود بسیار خوب می شد. دویم، تکنیک ژورنال و ابلاش که هم باید خوبتر به طرز گلستان کرده شود. سیوم، اینچنین کاغذش را خوبتر کرده رسمهای گوناگون دلچسب ماندن در کار است. البته این کارها خرج را زیادتر طلب می کند، لیکن اگر راه نشرش درست کرده شود خرجی بر زیاد را تیراژی بر زیاد می بردارد. چهارم، مهمترین وظیفه‌ای که به گردن ریداکسیا می افتد به سیوس پیچت برای نشر این ژورنال یاری و مصلحت‌های عملی دادن و اگر او مصلحت را قبول نکند با واسطه اداره‌های بالا او را به قبول مجبور کردن در کار است. چنانچه همین شماره هنوز در کیاسک‌های سمرقند دیده نمی شود و حال آنکه باید هر شماره در اولی برآمدی خود نه تنها در کیاسک‌های تاجیکستان بلکه در همه کیاسک‌های جاهای تاجیک نشین ازبکستان هم به قدر کفایت دیده شود. اینچنین در کیاسک‌های ریسپوبلیکای آسیای میانه هم به طرز نمونه چند نسخه باشد. چنانچه من در نزدیکی در اشقاباد بودم، در آنجا خیلی فارسی زبانان هستند که به ادبیات تاجیکی مثل تشنگان به آب مشتاقند. این حال را در مرو، چارجوی و جاهای دیگری ترکمنستان هم دیدن ممکن است. پنجم، در قسم فولکلور باید از اثرهای بسیار نغز خلق فایده برده شود، خصوصا روبایی‌های خلقی که در مضمون و لیریک از کلاسیک ها ماندنی ندارند بسیارتر درج کرده شود. با سلامی رفیقانه، عینی. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرف خامشو، خلقی ما